نیست، ولی شما اگر که نصب نکردید اون رو نصبش کنید. الان تو این صفحه، بالای صفحه از سمت راست گزینه دومی یوتیوب استودیو هست که روی گوشی خیلی راحت نصب میشه و نحوه کار کردنم الان بهتون میگم. اگر که منوی شما فارسی باشه خیلی راحت میتونید چیکار کنید، اون رو به اصطلاح روی اون کار کنید و نیازی به هیچ چیزی هم نداره. خب الان اینجا باز کرد برای من یوتیوب استودیو رو و دارید شما ویدیو و همینطور چنل من رو میبینید. نگاه پایین صفحه یک چیزی داره، گزینه اول داشبورد، دوم محتوا و سومی آنالیز هست. اگر شما آنالیز کانال رو پایین بزنید، خب حالا من اینترنتم خیلی اینجا خوب نیست، یک مقدار دور میاره بالا، تا این میاد بالا براتون این رو بگم که بچه ها هر وقت میخواید ویدیو آپلود کنید چیکار میکنید؟ میاید و روزهای یک شنبه فقط این کار رو نکنید، بذارید روزهای دیگه. خب بچه ها الان اینجا نگاه کنید، من رو آنالیز زدم. همیشه باید این قسمتی که میگم رو نگاه کنید. نگاه با یک مقدار که ویدیوهاتون رو نگاه کنید، از بالاترین بازدید برای شما چیکار کرده؟ محتوای برتر یکی یکی اینا رو مشخص کرده. نگاه اینجا یک آماری رو دارید میبینید، الان 132 برای من آماری هست که از بسا چند تا از ویدیوها که در زیر اون هست اومده و اینجا نشون داده. یادتون باشه این آمار رو باید مرتب نگاه کنید. هر وقت که رسید به زیر 10 تا شما باید چیکار کنید؟ یک ویدیو دیگه آپلود کنید و نذارید که این به صفر بشه، چون اگر صفر بشه واچ تایم شما کم میشه. بالا هم نگاه کنید نمای کلی داره، محتوا، بینندگان. شما میتونید روی اینها هم کلیک کنید و چیکار کنید؟ مشخصات به اصطلاح کسایی که بازدید میکنن رو ببینید. الان نگاه اینجا سن اونها که از ویدیو من بازدید کردن رو نشون داده، 18 تا 24 تا بیش از 60. ببخشید. خب نگاه اینجا آمار رو نشون داده، یکی یکی چند درصد نگاه کردن. پایینش جنسیت هست، مذکر مؤنث، که چند درصد اینها نگاه کردن. بعد پایین باز جغرافیا هست، ایران، ایالات متحده، آلمان. اگر کشور دیگه هم باشه برای شما میزنه، همچنین درصدش کنار اون درصد اون رو هم میزنه. برترین زبان ها، زمان تماشای ویدیو هست که اینجا برای من حدود 99.2% زده غیر مشترک و مشترک هم خب خیلی نبوده. بقیه آمار الان اینجا برای من فعال نیست. اگر که شما یک مقدار حالا برید بالاتر و برسید به یک محدوده‌ای که به اصطلاح بازدید بیشتری بگیرید، این آمار هم چی میشه؟ اضافه میشه. خب این قسمت محتوا هم نشون داده. اگر شما بخواید محتوا رو هم نگاه کنید خیلی راحت اینا رو برای شما که چجوری بینندگان ویدیو شما رو پیدا کردن، محتوایی که ویدیو شما رو پیشنهاد داده، عبارت‌های جستجو بوده و همینطور سایت‌های برنامه خارجی و تمام این اطلاعات رو برای شما توی گوشی، یعنی بدون اینکه شما نیاز داشته باشید که کامپیوتر حالا بخواید استفاده کنید، مشخص کرد. اینجا الان بازدیدها هست 454 تا و همینطور چیزای دیگه رو مرتب اینجا چیکار کرده؟ برای من به نمایش گذاشته که شما میتونید وقتی که یوتیوب استودیو رو نصب کردید چیکار کنید؟ اینو نگاه کنید. فعلا اونایی که حالا به درآمد نرسیدن، من پیشنهاد خودم هست الان نگاه کنید این قسمت درآمد نوشته در دسترس نیست. نگاه تا زمانی که به درآمد نرسیدید به نظر من نیازی نیست که حالا اینو فعال کنید. بعدن که رسیدید به اون مقدار به اصطلاح واچ تایم لازم و همینطور تعدادی که میخواید بعد میتونید این رو چیکار کنید؟ فعال کنید. اینجا محتوا هم میاره، الان نشون میده. نگاه تمام ویدیوهایی که شما میذارید رو روی یوتیوب استودیو هم میتونید نگاه کنید. خب این به اصطلاح یوتیوب استودیو بود که من یکی دو تا از بچه ها گفته بودن که نمیدونی چطوری هست، گفتن توضیح بدم که ببینن و اون رو نصب کنن روی گوشی. امیدوارم که این ویدیو
به دردتون خورده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همگی، خوش و خرم باشید.